سلام دوستای عزیز، امید جور و صحتمند و سر حال و عافیت به تن داشته باشین. کلگیتان هم تو خوش و خوشحال باشین، و دور از غم و غصه ها و گرفت اسلام آباد همچنان باشین. بارش هم اینه شروع کرده، این بغله که بینیم خورد. دوستکا ما میرم به دیدن پقو جان که البته پقو دق شده پشت ما هم دق شدیم پشت پقو. برم ببینم که چی میکنه، چطور است، همراه خانه داماد بودنش، همراه خانمش چطور است، خانمایش البته که ساعتش دیر است یا نه و چی ریاکشن نشان میده. ای بچه که میگه شما هم دوستا دیگه بیننده باشین که پقو جان چی ریاکشن نشان میده. دوستا جاله بریده، جاله جاله گفتار از بینیم چه اینجا ساد شدیم که جاله در فرق هم نخورد. یک چند روز پیش بسیار جاله خطرناک شده بود که اینه کتا که شیشه های موتر خیر شکستانده بود، حتی و سقف موتر هم خراب کرده بود. کوچقک از موترهای مردم دیگه. من خودم موتری یا ندارم ولی از دوستایم یا اموت شده بودن بسیار زیاد، بخصوص طرف E11 و E11 و F11 و اینجا، ولی E11 بسیار زیاد چون اون نزدیک به کو می باشه، به او خاطر یک ذره زیادتر بارش و ژاله و یا زیادتر اونجایی چیزی. صدای قلبم را شنو به گوش دل. این دلم گوش داره حتما، این خیلی یک معنای خوب داره که بازو میگوید دیگه شد. چی یک بارش مزدار است. این آستا نزدیک شده رئیسم به پقو جان. پقو تیتیت چرا میکنی بیاده؟ من فقط ده سرک نمیرم خواهی سرکی هست که او قدری چی نداره، چی میگن رش نیست، داخلش شارک است. نزدیک میشیم به پقوگک هم پقوی سیاجوگی دوستا تا وقت شما کامنتک های مقبولتان بانین، خوبش کامنت های عالی و در ضمن برین فیسبوک من فالو کنین به نام اسیب نقطه مقصودی است. فالو کنین چون فیسبوک قبلی ما خراب شد دیگه، چطور کنیم؟ حالا برین فالو کنین حالا دیگه. خب اینم اومدیم بالاخره دیگه پشت دروازه هستیم. پقوگک هم ببینیم چی رقم ریاکشن نشان میده. الو بچه‌ما تکیده بودی سک از کارام یاد داشتم. الو بچه‌ما سک بخو. الو تکیده بودی تو گوتی تو گوکاسی. الو بیا دیگه تیده، بیا دیگه. تو کجا بودی بچه؟ بودی من تو کجا بودی؟ الو باور کن. الو سک یک رقم شما خدا پتک دارید مین که مس کرده بودم مرا. الو تو کجا بودی؟ الو پقوی ما بچه دیوانه ما. لطم خوردی میگه؟ لطت کده زنت کتی چی؟ کتی قفاق زدت؟ الو کتی قفاق زدی تا؟ الو در کجایت زد؟ دمی کمرکت زد؟ اوی دمی کمرش زده بچه مرا. اینه کمرتا ماچ کردم دیگه. در کجایت زده؟ بینیگه کتا چی تو؟ الو ایت یک رقم عاجز بچه سی. الو بچه ما دق شده نه بچه ما اینه ما آمدیم
ما آمدیم به خاطر تو آمدیم. سعی کن خدا. ترى ولا ما وي 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 سايكو دلو كباب باش تبيني دلو تشماش لك ما افريقایی ما هلا هلا بچه من آمدم به خاطر تو سیس نگی خرز میگه چرا خرز میتی بابا نه 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 سایکو هیچ دیگه شور نمیخوره وی وی کی لاتت کرد بچیم بگو پاکوگا کی لات کرد آلا دا کجایت زده ها زنه دا کجایت زد دا کمرت زد دمی کمرت وی دوستا بسیار پشتم داغ شده سایکو هیچ ما این رقم آرام ندیده بودمش که در بغلم باشه و هم در خانه ما نه هیچ وقت این رقم آرام به این رقم به این حالت نبوده و از چی وقت تا بولن تقریبا 5 دقیقه شد که اینم تو در بغلم اینمی رقم آرام است هیچ شور نمیخوره فهمید که این آمد دق شده بوده واقعا دق شده من دق شده بودم پشتش خوب ولی ایگک خیلی پشتم دق شده سیک الله بچگک کم از زنش لطش هم کده خب سی 2 نفر گیر کده ایش لطش کدن دیگه حالا دیگه نازوی خدا داره که من لط کده جان بچه هیچ گپ نیست خیر است زن خیر است دیگه لط خود دیگه زن لط نگن دیگه کی کن الله بچه رو سی کن بیخی وضعیتش خراب بود سی کن جان چقدر نازد میبینین دوستا که یعنی محبت گپ نداره که مثلا چی باشی چه رقم باشی حیوان است چقدر محبت داره این حال اینجا گپ بفهمین که انسان ها چرا بعض انسان ها یک دیگر خود دوست ندارن چرا پشت از این میگردن که ما سیاستم تو سفید هستی ما این رقم قوم هستم تو رقم قوم هستی چرا یک دیگه خدا قبول کنین یک دیگه خدا دوست داشته باشین نکنین همین کارا ما خو انسان هست ما را عقل داده دیگه ما صاحب اختیار هستیم پس چرا خدا خراب میکنیم هیچ از بغلم نمیره تیتک الله شکایت داره ده چی شده بود بچیم وای الا دستکاش چقدر مقبول است الا میبینی دوستا قرار هیچ فقط بوی تخت خواب بیبیش هست اینجا سکس والله باشکشاستی بسیار خوب بچه هستی سک ات خوش است که این در کالای خود جای نمیشه خوب از این کالا نداره اگر این کالای از این بیخی تکه میشد هلو بچه هست قراره نمیشه خواب از چی وقت دیگه برو نی بچه پشت همین کارا دق شده باشی پشت همین کارا دق شده بودی دیگه که نمت بگیر مازارت بطم دیگه خب دوستای عزیز اینا بخیر دیگه پقور هم میبریم آستا برو ما ایمان آستا برو پس دیگه میره طرف خانش گفت خلاص شد دیگه